خدمات حفظ طبیعت کنیا میگوید نظارت سخت نگذاشت که هیچ کرکدن سال گذشته غیر قانونی شکار شود. حالا مقامات میخواهند بار اول تمام جانوران کنیا را حساب کنند که تا کجا زیاد شدند. ما استراتژی نو پیش گرفتیم برای پاسبانان ممنوعگاه‌ها سرپناه می‌سازیم، وسایل کار می‌دهیم، چه اسلحه باشد، چه لباس مخصوص، لباس گرم، تا توانند همه وقت برای کار آماده باشند. پاسبان‌های واحد نظارت کرکدن‌ها در ممنوعگاه ملی نیروبی دیگر از خیمه‌های کهنه خلاص شدند. یکی از آنها میگوید سرپناه نو کار و نظارت ممنوعگاه را آسان و زود کرده است. حالا صبح بر وقت میخیزید، خوراک تیار میکنید، میبرید و از پس پاسبانی میشوید. نه مثل پیشینه که از خیمه بیرون میاید و میروید آب میارید دیگر. بینید ما بشکه‌های آب داریم. سال 2019 هم بیشتر از 2 میلیون سیاح به کنیا رفتند و اکثریت برای دیدن کرکدن‌های نادر که در ورطه نابودی هستند. فوق‌العاده عالی است که شکاری غیرقانونی نشده است. این ممنوعگاه بسیار خوب پاسبانی می‌شود، دیگرانش نه چندان. کرکدن‌ها را برای شاخه‌هایشان شکار می‌کنند که در بازارهای آسیا 1 کیلوی آن $60,000 است، چون آن را دوای برای تقویت نیروی مردی می‌شمارند. بنابر شکار غیرقانونی در کنیا از سال 1960 تا سال 1992 تعداد کرکدن‌های سیاه 97% کم شده است. آن زمان 20,000 کرکدن بود، حالا چند صد تا مانده است. نظارت و محافظت امکان داد که سرشمار کرکدن‌ها از 1200 بگذرد.